چی با خودش فکر کرده؟ بگید ما بیکارم بیفتیم دنبال گوسفند دیگه آقا. از این اصلا فکر نمیکنه. چیکار داری میکنی؟ یک دست برم بالا. برو بریم بالا کم کار کشیده از ما باز الان دنبال گوسفند دیگه. چه بازوی دیگه. یا جان چقدر اینا هم مخ میکنن. ما باید شلوارمو اینجا بپوشم. بابا بچه بیان دیگه. احمد بیا بالا بخوابه. که بعد آقا من برگشته. احمد نرایت نمیکنه. معذرت من چیزی جا گذاشته بودم گفتم یک چیزی بیارم که بتونیم گوسفند گول بزنیم بالاخره یه چیزی بشه. آقا احمد آقا نقش چی بود؟ ما آقا مرتضی است. برم تا سر خیابون بعد برم آقا مرتضی. ما هم که با هم برم دیگه جواد جان. خیلی خوب اصلا به دیگه خودتون نیارین چون اون از پشت هم میتونه نگاه کنه. آقا چاره ای نداریم باید همه محاصرش کنیم. آقا میشه خواهش کنم همه گی دنبال این زبون بس نیفت.